اما به طور کلی بچه اینجا ما یه اد تو ویش لیست داریم، یه فالو. اد تو ویش لیست خیلی همون میدونیم و اینو میبره توی ویش لیست ما که من اینجا میبینید 200 تا بازی توی ویش لیستمه. ولی خب چرا ما باید اینو اد تو ویش لیست بکنیم؟ بچه اد تو ویش لیست همیشه به این معنی نیست که من اینو میزنم و بعداً خریداری میکنم. وقتی شما یک بازی رو اد تو ویش لیست میکنید، به استیم این آلارم رو میدین که من از این بازی خوشم اومده و اگر فرصتش رو پیدا بکنم این بازی رو خریداری میکنم. ولی به طور کلی add to your wish list باعث میشه استیم این آلارم رو پیدا بکنه که شما از این سبک بازی خوش میاد. چیزی که این add to wish list رو قوی‌تر و خیلی خفن‌تر نشون میده دکمه فالوه. بچه دکمه فالو چیه؟ دکمه فالو، ببینید بچه‌ها هر کدوم از این بازی‌ها یه پابلیشر دارن که در واقع سازنده دیگه، دیولپر، که خب این فالو اگر کمپانی که این بازی رو داره ارائه میده کمپانی محبوب باشه، روکستار مثل یوبیسافت، این بازی‌ها وقتی فالو انجام میدید خود این شرکت‌ها و این پابلیشرها فالو میشه.